منصور سلام. سلام جناب دارابخان گل، حال شما؟ حال سلام. شما؟ حال شما خوبه؟ خیلی ممنون به لطفتون، مرسی. خیلی وقت ندیدیمتون. همینطور. مخلصی. زنده باشین. همه چی خوبه منصور جان؟ الحمدلله مشغولیم دیگه، سرمون یه مقدار شلوغه. همیشه هست دیگه. آره. شما که همیشه سرتون شلوغه. اختیار دارین، دست دارین شما. زنده باشین. شما فرخنده خانم میشناسید؟ ماشاءالله دیگه سر شما که خیلی شلوغه. ماشاءالله با این انرژیتون. برای همین دیگه چیزی نبوده. همه جا فعال هست. اینا دیگه هر کاری یکی از ایناست دیگه. بله. و هر کدوم که گرفتار میشه یکیش میفته. درسته. ماشاءالله شما خیلی حسابی سرتون گرمه و پرفعالیت و ثمربخش و قربون شما، مرسی. کار دیگه بلد نیستیم. اختیار بدید. کلی کاره. ماشاءالله خدا خود چه عرض کنم. آمریکا مبادتون بدارم. آمریکا. فکر میکردی اون موقعی که تو ونکوور بودین، آره اون موقعی که تو ونکوور کانادا اینا بودین، مقایسه با الان انقدر شاید شلوغ نبود سرتون ها؟ اونجا من بیشتر تو کار نقاشی و گالری اینا بودم. یه گالری داشتم. بعدم خب اونجا بیشتر تو هنرهای تجسمی چیز بود، درگیر بودم. موسیقی اینا هم داشتیم. یه انجمن داشتیم به اسم واکا که وب اسوسییشن کانادین آرتیست، یه چیز خیلی بزرگی شده بود دیگه. از همه جای کانادا عضو داشتیم و نمایشگاه میذاشتیم توی وست ونکوور رویال پارک. اونجا ببخشید مال، پارک رویال مال. اونجا یه گالری داشتم که همطوری رفتم با منیجمنت صحبت کردم، گفتم شما اینجا این فضاهاتون مرده است، من میتونم اینا رو یه خود اکتیو کنم. توی مال بود. بعد صحبت کردیم و چیز کردم، اونجا رو در اختیار ما گذاشتم با این شرط که البته موقعی که کسی اومد اجاره بکنه من اونجا رو خالی کنم. تقریبا 1.5 سال من اونجا بهترین نمایشگاه هایی که گذاشتم اونجا بود. یه نمایشگاه خیلی بزرگ مال سپتامبر 11 بود، گذاشتم از 16 تا آرتیست از ببخشید ایالت‌های مختلف کانادا اومدن و دیگه دائم ما تو روزنامه ها بود. خیلی اکتیو بودیم. اون موقع اتفاقا آقای سیهون هم اونجا بود. اصلا آقای سیهون اونجا زندگی میکرد. بعد براش یه هومیج گذاشتیم و در بزرگداشتش خیلی نقاشای معروف و اینا اومدن. حتی یه شب گذاشتیم که پورتری ایشون رو نقاشایی که میخوان بشینه در همون شب از چهرهش پورتره کار کنیم که جالب بود. یکیش من بودم، یکیش یه خانم الیزابت چیچی حالا فامیلیش یادم رفته، این نقاش ملکه انگلیس بوده یه زمانی. آره. بعد دیگه آره حسابی کارمون اونجا چیز بود، شلوغ بود و گرفته بود حسابی. من خودم البته عضو آرت کانسل نورت ونکوور بودم برای چند سال و دیگه یه نمایشگاه از موزه هنرهای معاصر ایران اونجا گذاشتیم. تقریبا 50 تا از نقاشای ایران از کارهای مهمی که در موزه هنرهای معاصر بود فرستادم اونجا نمایشگاه گذاشتیم. میدونین که موزه هنرهای معاصر ایران رو دفتر مهندسی برادر من که در اونجا شریک بودن ساخته؟ جدی؟ نمیدونستم. نه
برای محوش یه ویدیویی فرستادم از نقاشی ها و آها پیشینه ایشون. اگه دوست داشتین جدی ببین. جالبه، بفرستی ما ببینیم. فرستادم برای محوش ها. آره چون ایشون نه تنها آرکیتکت بودن، نقاشی هم بعد از اینکه 10 سال 12 سال آخر زندگیشون نقاشی هم شروع کردن. بسیار سبکای معرفی نمی کنیم بابا. ابستر. جان این هنرمندا میگم چرا معرفی نمی کنیم؟ فوت شدن الان متاسفانه، فوت بعدا هم دیگه کردن. زنده نیستن. ولی متاسفم کارهای براش. بسیار زیبای ابسترکت دارن و وقتی خب که توی اه، این منشن همجایی که من زندگی میکنم کنتلند براشون یه نمایشگاه تکی گذاشته بودیم، وایس آف امریکا اومد و از ماجرا مصاحبه کرد، فیلم گرفت. من اون فیلم بله. رو برای محوشون فرستادم. من اگه هنوز داشته باشه بگیم بهتون نشون میگیرم بده. ازش، چون ما به هر حال کارمون اینه دیگه، از هنرمندا و اینها سعی میکنیم قدردانی بکنیم و قدرشون بدونیم و دیگه فراموش نشن، برای اینکه به هر حال اتفاقا ما تو کتلند یه برنامه 16 هم داریم. یه دیگه میدونم دارین تشریف اه، میارین آرت تو پارک. قسمت بله. گالری و هم گالریش هم تئاترش. سلامتی. سلامت باشین، خیلی ممنون. اصلا بعد این برنامه عکاسی رو اگر خوب پیش بره و تعدادی از دوستان اکتیو عمل کنن، یه نمایشگاه تو همون کدلند، یه آشنایون آقای حمید نظری با ایشون صحبت کرده بودیم، ایشون خودش عکاسه، که بتونیم این نمایشگاه از کارهای عکاسی دوستانی که مایل هستن یه نمایشگاه اونجا بذاریم. بله. خب حالا بریم خیلی استقبال شده امشب. خیلی عالی بود. اونطور که اونجا می نویسن و عکس میذارن و اینا، آدم فکر میکنه او واو چه خبره، ماشاءالله. خیلی چیزه. بعد تا میایم که حرف بزن، اصلا قرار بود امشب هر کی بیاد درباره کاراش صحبت کنه، اصلا نمیخواستیم مثل پارسال چیز کردیم، اومدیم صحبت کردیم یه خورده مثل اینکه جدی ما گرفته بودیم، یه عده عقب نشینی کردن، چون ما میخواستیم عکاسی رو از دید هنری گفتیم بیایم چیز کنیم، بعد دیدیم نه بابا، مسئله این الان دوستان اینه که عکس بگیرن و یه جای نشون بدن. خیلی خوب، اونم خوبه برای امسال. گفتیم خیلی خوب، اینم خوبه، همین که یه کاری داری انجام میدی نشون دهنده که یه علاقه ای هست و ما سیاستمون همینه که خیلی کارا تو زندگی آدم انجام میده، ولی اون قسمت هایی که به هنر و به تولید و به خلاقیت و اینا مربوط میشه خیلی ما رو زنده نگر میداره، اکتیو نگر میداره، درسته. برخلاف کار زندگی و نمیدونم دردسرای زندگی و این داستان ها. هنر تنها یه چیزی است که آدم تخلیه میشه، مثل مدیتیشنه در واقع. خب بله این درسته. استدلال من چیز کردم، تقاضا کردم، الان یه ماه پیش اعلام کردیم، هم هی عکس میفرستن فلان میفرستن، مثل که میترسن بیان. من نمیدونم. آره دیگه نه خیلی من گفتم دوگانه حتما است. دیگه امشب همه دوستان خواهند آمد، حالا همون انقدری آره که ما منتظر مونیم بیان. به هر حال منظور ما امشب این بود که اه، این علاقه که من میبینم توی چیز میذارن، تو تلگرام کاراشونو میذارن، خب خیلی خوبه، ولی که خب این از اون جنبه های خیلی ممکنه شخصی اگه بگذریم، یه هنر مهمیه عکاسی و بله میشه واقعا روش کار کرد. مثل این تصنیف‌خوانی الان ما چند ساله، درسته تعداد زیاد نیست ولی مرتب ما هر هفته برنامه داریم، بیشتر آموزشی هست و بعدم یه مقداری هم مدیتیشنه برای خیلیا، واقعا میان درسته. مثل یک جایی که انگار رفتن اینجا مدیتیت کردن،
کلی چیز میشن، شارژ میشن و هنرم خب همینه دیگه. بعدم ما به عنوان این سازمان در واقع اون شعارش اینه که زبان و زیبایی شناسی هنر، یعنی شناخت زبان و زیبایی شناسی هنر. خیلی خوب، هر هنری. حالا با این چیز شروع کردیم. در مورد موسیقی که خب الان قلابه گیر کرده و داره کار میکنه. در مورد شعر هم همینطور. شعر و شاعری ما شروع کردیم چند سال پیش. دیگه طوری شد که دوستان خودشون یه جمع شدن و جدا از اون برنامه هایی که ما ماهانه داریم با هم کار میکنن. اینم خیلی من خوشحالم که یک کاری شده که یه عده‌ای اکتیو شدن دارن یه کاری انجام میدن. بعدم یه گفتمان فرهنگی هم راه انداختیم برای اینکه با هم بتونیم حرف بزنیم. خلاصه چند زاویه ما الان داریم کار میکنیم، ولی یه مقدار کسایی که داوطلب بیان کمک کنن کار کنن واقعا تو کامیونیتی ایرانی ضعیفه متاسفانه. تو سازمان های دیگه، من خودم عضو موزه چیز هستم، تو بورد موزه سند اسپرینگ اونجا هستم. من اصلا رفتم اونجا که یاد بگیرم ببینم اینا چجوری کار میکنن و واقعا اصلا مثل موتور کار میکنه. یعنی یه جوری هستش که کلی مسئولیت های فردی هست، همه مجانی میان ولی کلی با عشق و یه چیزایی، یعنی حس میکنن دارن تأثیری میذارن تو جامعهشون. ما با همین هدف شروع کردیم. البته میدونم کار جمعی کردن خیلی کار مشکل، طولانی و ساده اصلا نیست. آدم ها میفتن به جون هم، با هم اختلاف پیدا میشه، نمیدونم دعوا میشه. این چیزا توی کامیونیتی خب زیاد هست، ولی خوشبختانه آدم های خوب و آدم های مسئول هم کم نداریم، چنان که تو گروه های مختلف الان دارن کار میکنن دیگه. همین نشون میده که به هر حال یه عده‌ای هستن. به هر حال حالا شما یه مقدار از خودت بگو. خیلی حرف زدم دیگه. نه موافقم. خودت از نظر هنر، عکاسی، هر چی دوست داری. نه من والا منم علاقه شخصی خودم از چی میگن، چون داداشم علی معماری میخوند و توی هنر و این چیزا بود و اینا. خب منم یه 4 سالی از ایشون کوچیک‌ترم، ولی از همون کوچکی ایشون علاقه داشتم که همیشه اطلاعات هفتگی اگه یادت باشه وقتی سنتر فولدش رو باز میکردی همیشه یه نقاشی داشت. منم عموم مطبوعاتی داشت. همیشه ما دنبال چیزایی بودیم که علی که نقاشی ها رو یه مقداری دستش قوی تر بود، نقاشی ها رو یه مقداری چیز میکرد. من همیشه میرفتم دیتیلینگاش و رنگ و اینجور چیزا میکردم. دیگه علاقه پیدا شد دیگه، تو علاقه توی نقاشی و توی کاردستی و مختم با ارمویی و این چیزایی میرفتیم با تخت سلاح هنر رو دیگه، اون علاقه ما شد. علی نقاشی میکرد اون وقتی که دیگه توی دانشگاه که رفتن دیگه به عنوان آکادمیک بیشتر چیز شد. خب یه کارایی میکردن منتها نه اینکه فقط نقاشی باشه، بیشتر توی جنبه چیز اینا. منم معماری هم به هر حال همون. بله اونا هم معماری هم نقاشی دارن هم عکاسی دارن، همه اینا دارن. اتفاقا عکاسی هم یادم میاد یکی از این دوربینا داشت، وقتی که دیگه دوربین بهتری گرفتیم باز ما دوربینشو گرفتیم خودمون شروع کردیم عکس گرفتن و اینا. منتها امریکا که آمدم دیگه بیشتر کلاس عکاسی گرفتم توی کالج و اینا دیگه، دارک روم و اینا کار کردیم. بیشتر علاقم رفت توی عکاسی. منتها دید هنر خیلی مهمه که اون علاقه‌ای که آدم داره یه مقداری که چشش باز شد دیگه
دیگه اون چی میگن، اون دیدش با کارهایی که میکنه و عکسای دیگه که میبینه دیگه علاقه که داشتی دنبال میکنه دیگه. درسته. من همیشه چی میگن عکاسای خوب، چه یوتیوب باشه چه کتابای عکاسی داشته باشه، همیشه علاقه من بودم و نگاه میکنم. بالاخره با دیدن و اینا میبینی اونا چیکار کردن، این خودش افزوده میشه به مفروضات ذهنیت. بعد وقتی که عکس میگیری واقعا خودش میبینی خب دیدت نسبت به تمام چیزهایی که اطرافت هستش فقط کلیک کنی و عکس گرفته بشه، بلکه میبینی که چی هست که میخوای ضبطش بکنی. درسته. و با این چیزهایی که الان داریم خب خیلی راحت تر شده، ولی خب اون موقع به حال یک عکسی که آدم میگیره باعث فیلمشو میداد چاپ آره ظهور اون زمان بکنن. خیلی بعد دردسر داشت. آره منتها خب خیلی. یه خوبی که داشت این بود که هر عکسی که میخواستی بگیری، اگر مثلا واقعا آدم میخواست یه سابجکتی رو دنبال بکنه اون کار رو انجام میداد. و وقتی هم که ظاهر میخواست بشه، آدم هی انتیسیپیشن خودش خیلی خوب بود که تا که بشه که این عکس ها بیاد ببینیم. واسه این اون ذوق و شوقی که وجود داشت دیگه الان ازش گرفته شده. همه تق تق میزنن آره و دیگه. میره تو فایل که ببینیش خدا میدونه. خب مسعود جون، بعدا من میخوام در مورد کارت یعنی علایق در زمینه های عکاسی اینا بگی. از فرخنده جونم میخواستم که یه مقدار در مورد خودتون فرخنده جون صحبت کنین، باش. سوابقتون. حتما. والا من توی خانواده خیلی خیلی هنردوست و هنرپرور بزرگ شدم. از نظر پروفشنال فارماسیست بودم، خیلی ارتباطی به هنر نداشت، ولی از حدود سن 19 سالگی تو ایران کار نقاشی رو زیر نظر خواهر بزرگ من که اون موقع شاگرد استاد پتگر بودن و خودش بعدا تشکیل کلاس داد و در امریکا کارش 100% تدریس نقاشی بود، شروع کردم. اولش خب رنگ روغن کار میکردم. بعد از اومدن به امریکا یه حدود 8-10 سالی وقفه در کار نقاشی شد، چون بالاخره باید امتحان برد میدادم، زندگی میساختم، کار میکردم و غیره و غیره. نقاشی به قول معروف رفت عقب. ولی خوشبختانه دوباره من پیکاپ کردم، این دفعه با آب رنگ. من الان بیشتر نقاشی که دارم آبرنگ هست و یک مقادیری هم اکریلیک به صورت حالت مدرن و چی میگم بهش، یکم مدرن. کارهای اکریلیک من مدرنن، ولی کارهای آبرنگ و رنگ روغن من کاملا کلاسیک هستن. خب خواهرم که گفتم ایشون واقعا استاد نقاشی هست، از سالیان سال امریکا چندین و چند کلاس داشتن، شاید هزاران شاگرد و تعلیم دادن. برادر دومی من فوق‌العاده آدم هنرمند و آرکیتکت بود از نظر شغلی، ولی دید هنری بسیار وسیعی داشت و وقتی که دیگه کمتر کار آرکیتکتور میکرد شروع کرد به یه سری کار نقاشی اکریلیک بسیار مدرن و جالب که خیلی خوب کاراشونو خونه من احتمالاً دیدین اون روزی که تشریف آورده بودیم. من الان راستش خیلی نقاشی نمی کنم. 2 دلیل دارم. یک، خیلی نقاشی دارم مثلا نمیدونم رو چیکار کنم. یک واکین کلازت پر نقاشی من الان خونم دارم، میدم به جاهای خیریه، تو سایلنت اکشن بفروشم به اونایی که یه چیز برسه بهشون، یا کادو میدم به دوستا آشناها. به جای اینکه یه دست گل ببرم، من معمولا میشه یه نقاشی گل ببرم برای دوستام، این برای همیشه براتون میمونه. ولی دلیل دوم موسیقی هستش. من الان تمرکز هنریم، شما میدونین که رو موسیقی 12-13 سال ستار میزنم،
زیر نظر آقای دکتر خراسانی دوره کامل آواز کلاسیک ایرانی رو من دوره آقای محمود کریمی رو تمام خوندم. 2 سال شاگرد آقای مجد بودم در تصنیف خانی که بعد از اینکه متاسفانه دیگه رانندگی چون نمی کنم از کلاس ایشون اومدم و منتقل شدم به کلاس شما و الان در خدمت شما هستیم و گاهی خدمت داریم از با ما. گروه پارسان هم همکاری میکنم. هر وقتی که آقای بلوریان لطف بکنم برنامه بدن باهاشون هستم. بسیار عالی. هنر خیلی با وجود من آجینه، یعنی واقعا یک لذت عجیبی از طبیعت، نقاشی، هنر، غروب، طلوع. اگر دقت کرده باشید عکسای من خیلیاش طلوع و غروب آفتاب هستن. بله دیدم تو نقاشی عکست. هم خیلی دارم، طلوع و غروب آفتاب و خیلی طبیعت نشاط خیلی خوبه به من میده. من همیشه میگم طبیعت هپی پیل منه. به جای اینکه دیپرس بشم برم قرص پروزک و گلاف بخورم، میرم تو طبیعت، صدای طبیعت رو میشنوم، آب رو میبینم، درخت رو میبینم، گل رو میبینم و حالم خوب میشه. خدا رو شد. مرسی مرسی. فعلا خیلی هم باز نشستم و به قولی بیکار، ولی اصلا وقت آزادم ندارم. خب همین دیگه، کار عاشق واقعی سفرم اینه. هستم. در سال سعی میکنم حداقل 3-4 تا سفر خوب اگه بتونم برم، چون به واقعا به. فکر کنم حیفه، عمر داره میگذره، بله. عمر گرامی تون داره میدوه. درسته. خوش به حالتون واقعا. چون قربان اون کاری که برای نون در آوردنه واقعا کار زورکیه. دقیقا مجبوری یعنی. برای ما هم خیلی استرسفولن، ولی میدونی. تو هنر کار دله، یعنی دقیقا اصلا اصلا عشق، یه لذت درونی داره. کامل. اتفاقا بعد از که این کار اجباری تموم میشه، اون کار به درد آدم میخوره دقیقا برای دقیقا ادامه درسته. زندگی. درست. بله. خب منصور جون یه خورده بیشتر در ارتباط با نمیدونم شیوه کار، نمیدونم موضوعی که انتخاب میکنی برای کار، آیا یه چیز سبکی به خصوصی حالا دنبال میکنی یا من چیه؟ منم خب منم بیشتر سوژه هام به طبیعت خیلی علاقه دارم، بنابراین طبیعت رو همیشه هر سوژه‌ای که باشه توی 4 فصل و از هر فصلی که به پیک خودش برسه کماکان پارک های مختلف میرم و سوژه های مختلف ولی هر چی باشه اونا رو ثبت میکنم و دوربین حرفه‌ای استفاده میکنی یا با این موبایل و اینا خیلی علاقمندم به طبیعت. جناب میگم از دوربین قطع و حرفه‌ای وصل استفاده شد. میکنین یا از از موبایل و اینا؟ از از دوربین حرفه‌ای استفاده میکردم و هنوزم دارم، منتها از بس که این سلفون راحت تو جیب آدم هستش دیگه، اون دوربین نایکونم قهر کرده با ما، مگر اینکه واقعا خدا آدم بگیردش و ببره عکسای خوب و واقعا میشه با اونا گرفت، چون سلفون هر موافق چقدر نیستم با شما جناب الفت. به نظر من واقعا اینقدر این دوربینای کوچولوی تو این تلفن ها سافیستیکیتدن، اینقدر اینا زیبا کار میکنن که اصلا احتیاجی نیست دوربین اون گردن کلفتی رو برداری بکشه. من داشتم تو ایران، ولی به خدا با این خیلی عکس خوب میگیرم. خودم به شخصی میگم اینا خیلی آسون و راحتن. نه از نظر راحتی که خب خیلی کانوینینت هستش و اینا، منتها وقتی که رزولوشن این عکس ها رو توی سلفون آدم یا توی
کوچیک یه مقداری اوکیه، ولی یه مقداری که میخواد ببری بالا و فلان اینا، خب یه مقداری باید خیلی خیلی خوب باشه تا بتونی اون کارایی رو که با دوربین خلاصه دیگه پرفرنس همه دیگه تا یه حدی همین سلفونا شده دیگه. منتها خب چون من علاقه قدیمیم نسبت به اونا بود، یکم بایز دارم نسبت به اون کامراهای SLR. نه آره آدم چون میبینه توی مثلا میرین یلوستون یا گراند کنیون یا این نشنال پارک ها، میان با دوربینای به این گندگی، ولی نمیدونم واقعا مطمئنن کیفیت اونا بالاتر و بهتر هستش، ولی این یه ذره چیز داره تقریبا هم کارو میکنه. خیلی راحت کرده زندگی ها، حتی فیلم رزولوشن برداری، هم عکس مثل برداری. که یه کارهای تکنولوژی میتونید شما رزولوشن رو ببرین بالا، درسته؟ بله بله. خیلی یعنی کارا با میشه با اینا کرد. من آیفون وارد نیستم خیلی زیاد، یعنی من یک دوست دارم یک اگر بشه تکنیکی یه داره که کلاسی میتونی راجع به این رزولوشن رو بگیرم. ببری بالا. من یه جا دیدم، من این چیزهایی که میذارن، کلیپ هایی که برای این به خصوص برای ای آی و اینا، تقریبا میگم 1000 تومن بیشتر کلیپ جمع کردم، هنوز نرسیدم برم هرس میزنم اینا رو جمع میکنم که بعدا برم یاد بگیرم، برم استفاده کنم، ولی عمر واقعا کفاف نمیده. یعنی و 24 ساعت تکنولوژی هم. خیلی زود جلو میره. بدبختی اینه ما که ببینین بین فاصله زمانی که ما با پولاروید عکس میگرفتیم، میکشیدیم بیرون اینجوری خشکش میکردیم میدیم، یا شروع کردیم با این دوربینای یه ذره 20-30 سال نیست. ببین 30 سال چقدر تکنولوژی رفته جلو که یه همچی چیزی هم کامپیوتره، کم دارین هم ها. تلفنه، هم ماشین حسابه، هم دوربینه. یعنی واقعا کچینگ آف تکنولوژی اتلیست برای من سخت شده. همیشه من احساس میکنم عقبم، نمیدونم چیکار میکنم. این جوونا رو که میبینم بیشتر از عصبانی میشم. لامروبت 8-9 ساله هم به همه چی اینا رو بلدن. ما مثل خنگا گیر میکنیم توش. من نمیگم من خودم خیلی گاهی مشکل دارم با این سلفون ها و تکنولوژی که آره توش والا آدم هستش. خجالت میکشه. این آره والا، این آره به خدا. جوونا اصلا مثل آب خوردن، اصلا همه هیچی. تکنولوژی رو میبلن. اصلا این بابا بزرگ شدن کارخونه ما استاد. کهنه شده دیگه. ما آخه قربونت برم، ما نه کامپیوتر داشتیم ما که درس بودیم، نه لپتاپ داشتیم، نه PC داشتیم، نه نمیدونم تبلت داشتیم، هیچ چی داشتیم. ما قلم کاغذی هستیم، ما دوره قلم کاغذیم. حالا ممکن آقای بله. الفت از ما جوان‌تر باشن و یه ذره به این نه ما تکنولوژی رسیده باشن، بریم من قلم کاغذیم. خب این کارای شماست دیگه فرخونده. بله بله، اینا غروبایی که من 3-4 روز پیش آسمون واقعا داشت اینا شاهکار کار میکرد. جدیده. بله، بدو رفتم ازشون عکس گرفتم. چرا یک آها عجب این حالا شاخه ها چه فضاهایی درست کردن. خب نمیدونم کیفیت عکس ها من خوبن، من خوبه خوب نه؟ میبینم. نمیدونم منصور خانم رفت آره روی آره خوب بزرگ خوبه. اینا از این کارتون خیلی قشنگه، نزدیک خونه خودتونه، پشت پنجره. از راحت پیدا کردی. این خب این این یکی از اون درختای بزرگیه که اگه یادت باشه توی تبسکو پارک، اون پناهگاه آخری یادتونه که کجا؟ یه زمانی پناهگاه آخری که شما یه دفعه اونجا هم با هم دیگه بودیم که کلی بچه ها نهار آورده بودن یا یه شنبه آها. ای بود. خب اونجا هستش این درخته رو من از کنارش رد می شدم، دیدم خیلی درخت خوشنماییه.
خیلی بعد دوربین همین سلفونمو بردم جلوی نزدیک تنه درخت، بنابراین همه اون چیزایی که اطراف بود اینجوری کانورج کرد به وسط. آها آره اونجوری گرفتمش. از این عکس بدم نمیاد. چیزای اضافی رو حذف کردی؟ نه همش همین بود. یعنی من وقتی دوربین رو منظورم بردم فضاهایی که نمیخواستیم بیفته تو. آره نه فقط دوربین به بالا گرفتم. بسیار خوب. من از این درختها توی این یعنی هایکینگ برعکس کردم. این که میگه مثلا آها. از سلفی خودمو نشون بده. آره این یکی از اون درختها بود. این هم یکی دیگه بود که گرفته بودم خونه علینا بودم، دیدم غروب خیلی قشنگی بود. بله چند تا از غروب گرفتم. بعد یه دفعه در رو که باز کردم برم توی حیاط، تمام رفلکشن اونا افتاد توی شیشه در. آه. بعد یه دفعه دیدم همه یه مقداری از ساختمون، یه مقداری از درختای جلو، یه مقداری از اون مثل یک چیز غیر عادی بود. گفتم بذار ضبطش کنم. چه جالب. یعنی یک کار ابستره شده. آره یه کار ابستری که اگه بخوای مثلا سوپر ایمپوز بکنی چیزا رو، ممکنه یه چیزایی دراد، منتها این خودش چون از اون طرف پنجره حیات دیده میشد و اون پلنت هایی که پایینه رفلکشن خورشیدم افتاده بود توش. گفتم آره خوشم آمد ضبطش کردم. خیلی عالی. بعض وقتا اکسیدنتالی میاد یه چیزایی. شیشه هم خیلی رفلکس شیشه اگر آگاهانه استفاده بشه بسیار جذاب و خیلی. کارهای مثل کارهای خیالی اینا میشه. Yeah, I saw that. I got it. I got it. I got it. Okay. Thank you. Thank you. فرخنده جون صدات میاد ما میشنویم. خب اشکال نداره. خیلی خوب بود. خیلی این کار دست راستی هم همینطور. این همه دیگه روز برفی که بود رفته بودم بیرون. بعد خورشید تازه آمده بود بیرون، هی می آمد و میرفت. بعد در یه لحظه که دیدم تنه درخت و اینجوری نشون میداد، منم شکارش کرد. یه چند تا زاویه این طرف اون طرف عوض کردم و بعد آفرین. همون تکنیک که سلفونمو بردم زیدم، دیدم بد نشد. نه خوب اینم شده. یه غروبی دیگه بود که اینم تو شیشه هست نه؟ جانم؟ اینم رفلکس شیشه داره؟ نه این کنار یه لیکی توی عصری داشتم از والمارت تو کلمبیا برمیگشتم. بعد یه لیک کوچیکی نزدیک خونه ما هست. یه دفعه یه روزی که رفته کاش بودم اونجا بزرگش یادم میکردی. بود. بعد رفتم اونجا، بعد تمام چیزا که اطراف اونجا بود با رفلکشن نور از اونور دیدم خیلی قشنگ میشه. همینجوری یه مقدار این طرف اون طرف رفتم قبل از اینکه خورشید بره پایین، زاویه‌شو پیدا کردم و اینا. یک عکسی از اونجا گرفتم. جالبه این که ما نمیتونیم این عکس ها رو بزرگ کنیم، بزرگش رو ببینیم. چرا؟ الان بزرگ شد؟ نه بزرگ نشد. پس من اون چیزی رو که زدم که خودشو نشون بده برای من نشون میده. آره برای شما نشون میده، برای ما همین چیز هست. شاید راهی داشته باشه که ما بتونیم ببینیم. بزرگتر هست از این کوچکی که توی الان چه سایزی هست؟ چه سایزی کوچیک توی 4 تا توی یک فریمه. 4 تا توی یک فریمه. اگه میتونستیم که ایندیویدوالی بزرگش کنیم خیلی خوب بود. شاید راهی داشته باشه، باید یاد بگیریم. الان من مثلا کلیک میکنم روی اون عکس
خود عکس رو نشون نمیده، همون کوچیک نه. چارتایی رو نشون میده. آره. اوه، خب اون من بالایی فکر هم کار شما؟ کردم منصور جون اون کارهای بالا هم مال شماست؟ آره اینم کار منه. اینم اینا آره اونم مال منه، اینا مال منه. خیلی زیباست این، به خصوص این همین که الان روش این وایساده بودین. این این آره این آره اینم رفته بود. فنسی که اونجا هست یهو یه نقش قشنگی بازی میکنه. آره یه مقداری مثل نقطه گریز میبردت آره تانلی آره از میبره تو عمق کار. و جالبه این کدو هم که خیلی کتبه خوشگله. هم از رنگش خوشم آمده بود، کانترست خیلی خوبی داشت. وقتی اینکه بله مثل سپیدار خودمون اینجا چی میگن که پوست میندازه. آره آها کاش من یاد گرفتیم بزرگش ببینیم. آره این یکی هم من دوست دارم، از ترکیب تمام کالرایی که وجود داره آها توی آره پاییز. اینا همش از کلمبیا هستش بیشتر. آها وقت پاییز که میشه من میرم وقتای مختلف میرم بیرون. بعضی وقتا هم از خرید میام، یه دفعه یادم میاد که اینجا درختای قشنگی داشت، رنگای متنوعی داشت. امسال هم که پاییز خیلی زیبا بود، رنگا اصلا محشر بود. بله دیگه سعی میکنم تا جایی که بشه برم توی اون قسمت ها بله یک کارهای چیزایی پاییزتون خیلی قشنگه، این درختاتون خیلی زیباست، ترکیب بندی خوبی داره، یعنی قاب خوبی گرفتی. این هم که یه لیک که توی کلمبیا بود. آره نه شما که شیر میکردین بزرگ نشون میداد، ولی من اه؟ وقتی شیر جدی؟ میکنم وقتی خب روی اجازه خودش بدیم میخواین من انجام بدم ببینم. اوکی اجازه بدیم بس من بیام تو شیرینگ. من استاپ شیرینگ بکنم. شما استاپ شیرینگ باید بکنید. آره استاپ کردم. خیلی خوب الان من واو این چی بود دیگه؟ خب اوه بز فقط من شما دارین میریم بالا به کجا آها برم؟ بالا داریم. باید برم بالا این دیگه. من آره دیگه درست بس داری بریم بالا. میریم بالا باید بریم. آره دیگه چون ما اون پایین بودیم. بله نمیدونم چقدر باید بریم. خیلی باید تمام بریم، عکس زیاده. خیلی بس برین. آره چون شاید با این فلش برم. با این فلشه این کارا چقدر قشنگه. امشب قرار بود آره دوستان نیستن. خیلی تعجب میکنم، خیلی با علاقه و اینا رو گذاشتن ولی خودشون نیست. این نگاه کن، این مثل که درخت آتیش گرفته. و بعضی از اینا هم واقعا از نظر دیزاین، این یکی هم که این کار فکر کنم چیزه آقا کماله، کارهای اینجوری داره خیلی پروفشنالی اینا چیدمان برفای منن، چیدمانه. اینا مال شما؟ اینا گناهی منن، بله اینا رو من گفتم. آه، خیلی زیباست، خیلی کلمایش خیلی زیبا. خب من هم تو سریع میکنم بری جلو، ولی سرعتش از این بیشتر نیست. خب خوبه اینجوری هم این کارای حمید چیز آقاست بکنم. حمیده. بله بیشتر تو دیتیل کار میکنه. اینا هم خیلی زیبان. آره این هم کار یک کسی از دوستان. مهری خانمه. مهری. بله. خب ما الان برای اینکه این دوستان نیومدن
یه چیزی اونجا می نویسیم که جوایز داده شد. دلشون کباب بشه. این هم قشنگه، این کار کماله، آقای کمالیه. بله نمیدونم حالا این یخا رو چیز کردن، خیلی اونم کار قشنگی از نزدیک چیز منجمد شده رو خیلی دیزاین قشنگی تو جزئیاتش بود. اصلا این هم اون کار شما، مثل شبیه کار شما چیز کرده، همه رو آورده تو گوشه سمت چپ، خودش هم توش گرفته. آقا بله. کمال کانادا هستن؟ نه همینجا تو ویرجینیا است. اه؟ آره این گارمون میزنه، میدونی که باریکلا. آره گارمون میزنه، میخونه. واو. آره ما قبلا با هم همکاری میکردیم، الان توی پارسان بیشتر میخونه. دوستتون که توی ونکوور بودن اسمشون یادم رفته بود. کدوم دوستم؟ شما هم بله عکاس؟ بله 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 آقای برادرانی. آقای برادرانی. آره اون آره شهر فخرالدین. فخرالدین. فکر آره. کنم از ما قهر کرده. فکر میکنم چون یه بحثی شد. اوه آره دفعه قبل. من منظور بدی نداشتم والا، ولی کن یه خورده اصلا نباید وارد بحث میشدیم. من اصلا چیز نداشتم. حالا باعث خیلی از دوستای نزدیک ما، نمیدونم آره چرا خیلی نزدیک بودیم ما، از ایران من میشناختمشون. خب اینم که کار حمیده. اینا یه خورده به نظر من چیز شده ادیت، یعنی از این فیلترینگ و اینا استفاده شده. نه من فکر میکنم آره حمید آقا خیلی دوست داره رنگاشو آره فیلتر فیلترینگ میکنه. بکنه. منتها آره من اون چیزی که هستش بیشتر دوست دارم تا اینکه بله بله. فیلترینگ بعضی جا سابجکتی که میخوای چیز بکنی قشنگ میشه، منتها همش اگه آره بخوای خیلی فیلترینگ. جا کمک میکنه. بله البته میگم یه مقداری از اون فیلترینگ برای کنتراست و اینا واقعا حال میده به چیز کارو، درست. نه اینکه بخواد مثلا چیزش کنی، چی میگن اصلا یک تغییرات تغییر بدی. چیزی نباید، بله ولی در حدی که یه خود کیفیت بیاره بالا من استفاده میکنم. بله بعض وقتا مخصوصا چیز میکنم که از این حالت طبیعی بیاد بیرون، یعنی خودش یه دیزاین جداگونه میشه بعض وقتا خیلی. دیزاین. آره این چقدر جالبه. ببین مثلا یه خورده اگزاجریت هست، ولی کن خب این کنتراست این پیش زمینه با اون آبی چیز خیلی زنده کرده. بله خب خیلی زیادیه دیگه، خام شده، یه خود اون آبی خامه، یعنی آبی مناسبی نیست، آبی گرم، آره دیگه آبی آبی دیگه ultramarine گرمه، برای پس زمینه خوب نیست. درست. بله بله شما از اول اینجا کارات پیدا شد. آره به اینجا این همون رسید. کارته. آره اونا چیه، پرنده است یا اینا آره حیوانات؟ اینا قاضایی هن که داشتن رد می شدن آها آها. یه دفعه سر حالا من میخوام اینجا ببینم میشه اینو بزرگ کرد. آره نگاه کن. شما میتونیم بزرگ کنیم. من میتونم. آره چقدر زیبا، آفرین. خیلی. بسیار عکس قشنگی. این قرمز خیلی چیز تونده، فیلتر این کرده. یک چی میگن این ژاپنیز میپلا
توی فصل پاییز خیلی قرمز میشن. بعد میدونم، ولی وقتی این نور خورشید بهشون میفته آه اصلا هر کدومش یک جور دیگه. من قرمزه اینا اصلا خیلی وایبرنته، هیچ انجینیر نکرده عکس اینا رو، خودش اصلا همینج قرمز هست، خیلی یعنی زیباست شما وقتی که فیلتر نکردین؟ نه اینم نه. مثلا به همسایمون به. اون طرف بود، این قرمز چقدر و با زیباست. زردم اون طرف بود، یه خیلی مقداری زیباست این اینجوری. کار، خیلی زیباست. واو، من این کارو خیلی خیلی خوشم قشنگ. اومد. بسیار زیباست، هم از نظر ترکیب بندی، عناصر تصویری، این حجم بزرگ درخت از نظر رنگ نارنجی، قرمز نارنجی ها، بعد یه فضای درست پشتشون سبزه و زمین که در واقع یه حالت ترانسفورینگ به سمت سبزه، بعد این سفیده اینجا یه نقش خیلی قشنگی داره. بکنه اصلا میشه center of the interest. بسیار بسیار زیبا. آره، یعنی بزرگ که میکنیم تازه میتونیم صحبت کنیم درباره کارا. مثلا این هم همینطور، این واقعا ببین بعض وقتا انتخابی که آدم میکنه ممکنه حتی اگر این که پرفشنال هم نیست از نظر ترکیبندی، ولی سلیقه و سبکش خود به خود یک ترکیبندی خوبی رو اتوماتیک آدم به کار میبره. مثل این، من نمیدونم حساب کتاب کردین شما یا همینطوری اتفاقی گرفتین؟ نه من از توی یک خیابونی رد می شدم که خیلی رنگا متنوع و قشنگ بود، وایستادم و شروع کردم راه رفتن اطراف. بعد یا 7 تا از این قسمت گرفتم، مثلا همش این نه، ولی زاویه‌های مختلف درختای دیگه، رنگامیزی‌های دیگه داشت. بعضیا رو نزدیکتر گرفتم، یه دفعه نارنجی تو بک‌گراند زرد. این یکی از اونا بود که این گرفته خیلی بودم. زیباست، یعنی این عمودی های درخت با افقی این پیش زمینه اینطوری آدم رو دعوت میکنه، میدونین که چشم حرکت میکنه به با یک سرعت خوبی سیر میکنه توی یه چیز. یعنی این نشون دهنده این انتخابی که کردین. این هم همینطور. این این مثلا اگر منو نزدیکتر یاد انگورای چیز میندازه که آدم رنگایی داره که بخواد همینطور به قاب بزنه بخوره، اینقدر لطیفه برگ. حالا گفتی انگور پارسال که رفته بودم ایران، شهر ما شاهرود انگوراش خیلی معروفه. بعد رفتیم یه مزرعه‌ای که درست از همون طرف انگورا رو تو جعبه میگرفت، یک جعبه انگور ازش میخریدیم. انگوراش انقدر قشنگ بود، چندین تا عکسای انگور گرفتم. چه انگورایی. یک انگورش فکر کنم 3 کیلو بود، خوشه به بزرگی داشت که قدش اینقدر بود. گفتم عجب انگورایی داری. آره خیلی کاش عکسشو داشتید نشون چیز انگور که میدادید. گفتی. بله اینا خیلی زیبان. خب این یه خود رنگ کم داره، ولی که خب بیشتر کنتراست تیره روشنه. خب اینم که این یه دونه وسطیه خیلی بامزه از قیافش، اصلا به چیز نمیخوره، به کدو، مثل کله پرنده است. مثل کله پرنده است، چجوریه آدم سرتشو نمیفهمه. جالبه. آره توی بقیه آره شکل چیز دارن نرمال. بعدم این رنگایی که تو اینا هست آدمو اصلا حالی به حالی میکنه واقعا.
بیا اینم خیلی خوبه. فقط گاهی اوقات نمیدونم رنگش عوض میشه. این تعادل بین قرمز و سبز میطلبه که یه خورده رقابت بکنین سبزه. اینجا مثلا با فیلترینگ میشد از این بازی ها کرد. واو اینم پوست درختها. این خودش یه سابجکت خیلی جذابی. البته اگر کلوزآپ باشه خیلی قشنگ. این کار شما بود؟ و اوکی. اینم به دریاچه بود. و این آقا رو اون بالا همچین حسابی میخکوب کردی یا؟ آره این موقع ماهیخوار بود اونجا، دو نفر داشتن اونجا ماهی میگرفتن. این موقع ماهیخوار هم درست آمد کنار اینا، میخواست ماهی اینا رو بدزده. در یه لحظه که داشت پر میزد، من اون عکس قبلش گرفته بودم، دیدم این دینم داره میاد، میدونستم این میخواد اون کارو بکنه. خلاصه خیلی زیبا. چند تا واو این چقدر عکس از قشنگه. این مرغ این ماهیخوار، این همون موقعی بود که از اینجا بلند شده بود، نزدیک غروب شده بود، رفته بود کنار اون. این انعکاسش روی آب اینقدر چیزه که آدم فکر میکنه که یکی دیگه اونجاست، بعد حواس آدم پرت میشه. آره دیگه چی میگن، یه خود رنگای اینجا درخت. بلری بود بیشتر، یعنی آدم مردد بین این دوتا. یه آره دیگه اینجا یه تکسچر رو بعد دیگه این محو کردن و اینا خیلی میتونه قضیه رو عوض کنه. ولی خیلی چه جای خوبیه، ولی عناصر زیادن. گاهی اوقات آدم شلوغه. آره شلوغه، آدم اشتباه میگیره. این چقدر ساحل اینجا مثلا اصلا آدم فکر نمیکنه اینجا آبه. آره خیلی ساکن اینقدر که اینا خیلی کانکریت و وضوح زیادی داره، آدم فکر میکنه که مثلا بغل چیز جنگل یه چیزی، در حالی که این سایش رو آبه دیگه. درسته؟ دیگه اینا معمولا ارداباد تو تالابا زندگی میکنن، بلو هرنه، اینا مرغ آره ماهی خواره. آره بلو هرونه اینا همون دریاچه اطراف همش بله پر میزنن. معمولا هم همیشه دور و بر ماهیگیران، به خاطر اینکه ماهیگیرایی که میگیرن و ریلیس میکنن اون بیچاره ها تقریبا مردن دیگه، شه بله غذا اینو. درست. بله بله خوب چه شانس آوردیم که همش کارای شماست. این بالا من کلی کار دارم، اگر بریم یه ذره آره رو آره بالاتر. حالا همون سری میریم دریاچه. جلو. حالا یه خود تندتر میرم جلو. به به اینم که بسیار. همون سنتنیال پارک توی کلمبیا. بله کدوم پارک؟ مثل چیز سنتنیال پارک. کجا؟ سنتنیال پارک 108 هست نزدیک کلارسبرگ. این ستا رو با هم دیگه گرفتم که بعدا اگه خواستم مثلا سه تا پنل بذارن کنار هم دیگه بذارم، تداومش معلوم میشه. عالی. الان اگر نمایشگاه گذاشتیم میتونی این کارو بکنی. داره مثلا سه تا پنل مختلف میشه. بله بله. خب اینجام که نور زرد گردافشانی کرده. آره یعنی خیلی اگزاجریتد زرد شده. دیگه نزدیک غروب بود، آخرین طلایه‌های نور داشت می آمد از وسط درخت‌ها. آره خب ببین بعضی از اینا رو با یه خورده اجاسمنت میتونین اون جاهایی که دوست ندارین رو تغییر بدین. به هر حال آرت دیگه، اینطور نیستش که حتما من مثلا سنتی فکر کنیم که باید حتما همون چیز که دوربین هست. من زیاد اعتقادی ندارم که وفادار موندن به دوربین
اگر یه کار چیزی باشه، چی میگن، سند باشه، یه چیز نمیدونم مهمی باشه از نظر سندیت، ولی از نظر زیبایی میتونه هر کسی به سلیقه خودش. این هم چقدر قشنگه این گل قاصده. این برای برگا اینم یکی مونده بود وسط برگا تا آه، دیدم بذاری حاصلش قاصده. بوده، داستان داره برای خودش. واو واو، این چیکار کنیم این چیزا رو نشون نده این پایین؟ ها ببین این تامنیل هایی که این پایین هست نمیذاره کارو ببینیم. آره همه شو نمیذاره. نمیشه شیفتش کرد بالا. باید چرا حالا فهمیدم، یه جایی میرم این میاد قطع میشه، بذار ببینم. یه موقعی قطع شد، نمیدونم. اه. اتفاقی بود. خیلی این کار قشنگه. آها او خودش رفت. رفت. رفت خودش رفت. رفت. این زم. کار محشره، واقعا انگار که نقاشی شده اصلا. آره این درختها رو من به همون به همون چیز نگاه که دیدم این خیلی بسیار قشنگ زیباست، نقاشی بسیار کرده. زیباست، انگار که تو بهشته واقعا. اینا یکی از اوناست که ما بهش میتونیم نمره بدیم. واو. اینم این قرمزای عنابی که این بالا است، یعنی یک رنگامیزی خاص خودشو داره. درست. اون کار قبلی با این همین در به خصوص در رنگا، اون که اصلا پیک بود، واقعا پیک بود، درسته. در اوج خودش بود. بسیار زیبا. اینا رو حالا من میذارم بهش جایزه میدم تا بقیه دلشون کباب شه. این هم قشنگه، با آدم حرف میزنه واقعا. خیلی خوب. واو، این تکسچر اینجا چقدر قشنگه روی این درخته، پوست درخته ها، این خشونتی که توی این تنه هست و اون لطافت اون درخت نارنجی، چیز مقایسه میکنه آدم که زیبایی اینو بیش تشدید میکنه. درست. خیلی خیلی بابا ماشاءالله کارهای خیلی خوبی دارین. آها اینم که رو کم کنیه، انگار دراز کشیدی. بعد به آره یا اصلا دراز کشیدی یا خلاصه. آره دیگه، این تنه رو تو عمق آسمون فرو کردی. واو واو، عجب تکسچری. واو فولمون بود همون اطراف واو. سنتنیال بود. گفتیم قبل از اینکه ناپدید بشه پشت ابرا آه. ثبتش کنیم. حالا اون بالا یه داستان داره، از این وسط به پایین این سنگا واقعا نمیدونم عمدن خیلی زیبا. منظور داشتین یا نه، ولی که این خشونتی که آره تو سنگاست با اون لطافتی که از اون سبزه ها به بالا تو آسمون تو این درخت ها، این با همدیگه دارن می جنگن از نظر چیزها، کیفیت های بصری، و از نظر کیفیت بصری. من داشتم می آمدم به بالا، بعد دیدم این سنگا جلوم هستن تا ما هم بیام بالای اون سنگا جاده بود. آها، گفتم نه اصلا این انگار خودش که خیلی سناریو خیلی نوشته. سابجکت قشنگی از این طرف. آره سابجکت معلوم میشه که انتخاب شده. خب اینجا خب اینا مال یکی از فضای دیگه از فضای دوستانم. دیگه است. این نوری که روی بله نه درختها هست با اون نمیخوره. ببینم مهتاب اون. این مال من نیست، ولی فکر کنم استرالیا بود یا اون دوست ما
کیه اسمشون؟ آها آره این دیگه مال من، اینا تا اون آها آخریه مال من بود. خیلی عالی آقا، اصلا میارزید که فقط شما باشی امشب. اختیار داری، خواهش نه می‌کنم. جدی میگم خیلی مفید بود، برای اینکه اینو با اجازهتون میذاریم که دیگران هم لذتشو ببرن. به به. پس ما اینجا چی هستیم 2 ساعته نشستیم. این کار شماست فرخنده؟ نه نه خیر، بریم بالاتر. کار من خیلی وقت پیش گذاشته بودم، یه باشه. مقدار بریم بالا. نمیدونی کار کی بود؟ نمیدونم. این اوکی. نقاشی منه، اونی که باید. بارکلا. کدوم این نقاشیه؟ نه برگردید. برگردیم. برگردم عقب. بله این very نقاشی من. nice. باریکلا very- باریکلا. نقاشی آبرنگه این؟ بله این آبرنگه. very nice. تو Beautiful. آبرنگ این کارای چیزی، این دونه های سفیدی که روی درخت اینا اومده، چجوری این کاری کردی؟ راه دارم با چیز استاد. با اسپلاتر، با اسپلاتر، الان که همینجوری بهتون نمیگم. با مسواک. زیر برف گرفتم، برف اومده روش. نه با مسواک کردی؟ نه خیر، نه؟ نه اوکی باشه حالا رون. آره دیده خب، بودم. این کار نقاشی منه باز. very nice. این beautiful. کار شماست؟ بله اینم اوکی. آبرنگه نه؟ بله بله. حالا یک کار آقای وزیری من دیدم ها، ولی ما کار اون سیب بود تقریبا. سیبم دارم، این آره. اناره. نه بله ترک خورده و خونش هم در اومده. بله. خیلی نه زیباست. دیزاینش هم این که این کارش 1000 دلار این رو به کی منم، داشتیم باز عکس میدادیم؟ منه این. کار اینا شما همه منم. beautiful. این گلا کار شما؟ نه این تو مرغایی که یه سال برای عید درست کرده بودم، آها همه رو نقاشی کرده بودم. این باز عکس منه. کار شماست. بله خب این حالا هم کار. می‌دونید چه کار میکنیم دوستان؟ ما میان مارکتینگ میکنیم اگه خواستین که بفروشین. خب یه قسمت درست میکنیم مارکتینگ، اگه کسی خواستار شد از شما بخره. باشه چرا که نه. خوبه؟ یه اگه کسی پورسانت هم خرید به کارگاه من هنر بدین. اون میدم به پد. مرسی یعنی عزیزم. همین یه اینجا. پورسنت این هم کوچولو کار هم منه. بدین به اینو ما. نگه داریم. من اینو خودم خیلی دوست دارم. ببینید چقدر خیلی لطیف و قشنگه. زیباست. این بله عکس دیگه بله. خیلی جالبه. خیلی چجوری قشنگ. تو پیداش کردی؟ شکار کردی؟ کاری نکردم، بارون باریده بود، رفت بودم پیاده من میگم روی. شکار کردین. شکار. کار کردم دقیقا. باز این خب کار منه. اینم کار شماست. بعد ولی این یه خود وضوح نداره، علتش زیادی تاریکه، درست میفرمایید. آه. من نیستم کار نه. شما. خب ببین این کار این شماست. کار منه. به عجب گلی گرفتیم بابا. این اصلا نقاشیه واقعا. بله خیلی زیباست خیلی زیباست. اینو اتفاقا اگر فرخونده جون نقاشی کنین. کردم استاد. بذاریم جان پیداش کنم عکسشو بهتون نشون بدم. آفرین. بعد بکگراند رو به میل خودتون تغییر بدین. اینم قشنگه ها با اون بکگراند، ولی خب میتونه موضوع هم براش بدین، خیلی جالب میشه. درست. بله اینم که اینم دیگه باز کار منه. انگور فرنگی دیگه. انگور فرنگی. اینم قشنگه. اینم کار منه. بسیار عالی. اینم خب کار منه. اینم کار شماست. این طلوع آفتاب از پنجره خونه من. آها بسیار زیبا. اینا همه کار منه. به ببین داره آه. رقیب پیدا شده آقا منصور. جانم؟ میگم رقیب داره اینجا، فکر نه، نکنی. بسیار زیباست. اینا توی کدوم قسمت از دریای اینو من کجا؟ نیستم، این کار من نیست. نه قبلی که قبلی ها. آفتاب. قبلی والا من انقدر سفر میکنم یادم نیست. احتمالا مکزیکه. آه. من از مکزیک خیلی عکس گرفتم. این کار شماست؟ نه
برای اینم رفلکشن توی ساحل خیلی دراماتیک میکنه با رنگ آره ها. آره کار منه. این کار شماست. very nice. نایس نایس. خیلی خوب. ما کار مارکتینگ منه. اینم کار منه. مارکتینگ میکنیم، بعد کارتون رو میفروشیم، یه پرسنت هم میگیریم. حتما. sure. اینم این باز کار منه. آشناست، همه این ریای آشناست. خودمونه. دو اگه قدمی من اینجا. این تو کرتلند بود است. نه ریو بود. چی؟ نزدیک ریو درست، راست میگی. ریو بود، درسته ریو بود، داره مریات اون پشت بود. درسته. اینو خب میبینین استاد؟ جانم. این اون گل است که نقاشیش کردم. باید کلوز بکنین این شیرینگ رو تا آه اون رو نشون میده. شیرینگ ببندم. شما میخواید؟ نقاشی ها، آه نقاشی که میگین. دیدم. آره آه. آره. این هم گله. بیهونه عین اون نیست، ولی گل روز آها. سفید با لبه های قرمز. تو کلاس بهتون خب تو ببین کلاس خیلی بهتون نشون میدم. مرسی عزیزم، مرسی. ببین خواهش. واقعا حیف این همه کار بایستی اینطوری یه کاری باید بکنی. یه آقای داراب، من یه اینجا در گالری حضور درست آقای کن برای خود. منصور خان، جان. در حضور شما و آقای منصور خان دارم بله. قول میدم شما نقاشی ها و کارای عکاسی مکاسی من هر کدومو بفروشین 50% مال پک، 50% مال من. اوه این خیلی آره والا جنرال، خیلی شما جنراس هستین. خیلی اشکالی نداره، پک جای طول خوبیه، باشه من من دوست کارم تعطیل میکنم میرم دنبال. ولی واقعیتش برای تشویق دوستان چیزایی وجود دارن که ما میتونیم، اگر اینکه یک از طرف ارگانایزیشن باشه، میتونیم صحبت بکنیم و با این چیزایی که میفروشن، آرت میفروشن، قرار میذاریم، میگیم یعنی باید اولا تبدیل به گالری بکنیم این کارا رو، از این حالت اتفاقی و در هم بیاد بیرون. خب بعد هر کدوم یه گالری برای خودتون، اونم چیز ارگانایز شده، گل جدا، نمیدونم طبیعت بیجان جدا، پورتره جدا، به این صورت مثل یک گالری در بیارین. بعد ما اینو میذاریم توی وبسایت، میذاریم و میگیم اینا برای فروشه، که اونطوری وقتی که خیلی بزرگ باشه خیلی ها میان برای خرید، بعد هم فال و هم تماشا دیگه. یه بیشتر از نظر من اهمیتش در تشویقی که میکنه آدم ها رو که بیشتر کار کنن و بعد هدفدار کار کنن و اینا. خیلی عالی بود. الان من نمیدونم چقدر وقت داریم، سرتون رو درد آوردیم. خب ما اگه حوصله دارین نیم ساعت دیگه ما داریم، اگه حوصله دارین بریم کارهای دیگران. من اصلا این که کسی نیامد خیلی خوشحال شدم، برای اینکه میگین که یک کلک میزنیم، میگین که ما اومدیم به کارا رو جوشمان کردیم کارا رو و اینها رو تقسیم بندی کردیم، کارهای متفاوت رو بهشون قرار بهشون چیز بدیم، نمره بدیم. بعد فرداش همه حمله میکنن، شورش خواهند کرد که آقا کدوم کار چیه، منم هستم یا نیستم. آره موافقی دوستان؟ خب آره که اقلا چه میگن انتوزیازم بقیه هم چیز بکنین که ببینی بازم جواب میدن یا اینکه نه میگن نه بهتون قول میدم که دعوا میشه اصلا. بذاریم ببینم گم کردم من کجا رفتم. دوستان این کار
خیلی جالبه. این خیلی به نظر مصنوعی میاد، ولی این درخته اصلا شخصیتش همینه. بعد یه جوری خیلی مدرنه این کار آقای توی هایکینگ هستن، جز لیدرها هستش. ماوس تو توی لفت کورنر بیار بالا، اسمشون زیره فکر کنه. بارکل مسعود مسعود شیوعی. شیوعی، بله بله، مسعود آره شیوعی. این کارا مال آقا مسعوده. آره. اینا تورانتو به نظر یا نه؟ نه به نظرم، نمیدونم، شاید هم حق با شما باشه، ولی ننوشته کجا. آها تو فلان. 127 آره 24 ژانویه. نه پس معلوم میشه که احتمالا همین دوره برا باید باشه. حالا آقای شویی رو بایستی چیز بکنیم، بگیم که آقا شما برنده شدی. این یه کار چیه؟ شما متوجه میشین؟ ناصر آلومینیوم فویل کمالیه. نیست یا شدم بیکن. شبیه این مثل بیکنه. چیدمان میمونه، مثل کار چیدمانه. یه کلکی زده، نمیدونم چه کار کرده، الان ازش میپرسیم. این کار نمیدونم کار کیه، بذار ببینم. اینم ناصر کمال خیلی این حشره اینجا با اون کار مینیاتور روی بدنش، بعد با اون بکگراند توت فرنگی، نه مثل توت فرنگیه. نه ایش چیزه رازبریه فکر کنم. رازبریه. اصلا بله. کار قشنگی شده. یعنی بله. این حشره اگر خیلی نزدیک میشد رفت، واقعا این مینیاتوره. آره. پشتش خودش یک چیزه. اینجا خیلی جالبه، آره. کاش میشد بزرگ کنیم. بذارینم چطوری میشه نه نمیشه. خب حالا به هر حال اینم خیلی کار ناصر ناصر کمالی هم کارش قشنگه. ناصر کمالی آره خیلی خیلی کارش کارای قشنگ. قشنگ داره. بله. اینو ببین خیلی موضوع داره کاراش. این الان شما چیزی میفهمین؟ این مثل اینکه حشره مالاریا یا یه چیزی، بعد این دلار ساین رو نمیدونم چه منظوری داره. آیا دلار ساین چسبیده به دیواره یا چجوریه؟ من باید ازش بپرسم که موضوع این چیه. ببین خیلی کارای چیزی یعنی این داره، ابسترکت خیلی قشنگ توی یخ و بکگراند پشتشون آبیا، بسیار قشنگ. فکر میکنی نقاشی آره هست. آره، نه خیلی چشم چیزی داره، ام. خیلی چشم تیزی داره. و اینم کار اینم ناصره. قشنگه. این انگار که درخت آتیش گرفته، درسته. داره ذوب میشه. ام. جالبه واقعا. مرسی که حوصله به خرج دادینا دوستان. اینم که نه عالی اورلایک. بود. کلی کار قشنگ تو سایت بوده. من همینجور هر کسی خیلی میذاشت سعی قشنگه. کردم اینم کار ببینم. ناصره. خیلی چشش خیلی چیزه واقعا. کارهای ابستره رو اصلا ام. میبینه. این صخره خیلی زیباست. اینم که داستان داره دیگه. و می‌بینی؟ از اون ور هندونه با اون چاقو که خونیه، در کنتراست با سیاسفید، اون یه چیزی رو خیلی برجسته میکنه. درسته. آدم یاد شهادت و اینا میفته. یه موضوعی به هر حال توش آدم میبینه. ام. خیلی زیبا. نه ماشین. آره
اینا یه خود بلریه. بله. بعد داشته رانندگی میکرده گرفته بود. آره زیاد چیز نداره. ام. ماسیده. اینم که درخت این شما هستین بله فرخنده. اینا با برفای هر من جا هم برفه دیگه برف. مال شماست دیگه، شما انحصار خودت در آوردی برفا رو. ای اینا چقدر قشنگه این. همین برف اخیر بود، خیلی یه درخت خیلی قشنگه، مگنولیای سفید یعنی هم بغل درست خونه من هست. درست روی شکل برف، شکل این گل برگا رو شده گرفت. بود، یعنی انقدر اینا رو برگاش شبیه گل شده بود، خیلی خوش آمد منظرش. عالی درسته. عالی. واو اینم کار شماست. بله. آره. واو این چی هست؟ مثلا کلمه؟ همون گل کلم. کلم نه گل پاییز کلم میذارم بله. در کجاست؟ همین باخته تزوینی میکنی. توی گلدون مدونایی که زدن تو دور گلدونه. برای همین سنتر برین مثل که یه دانتان نمایشگاه سلوسپرینگ جاییه. حتما هستش. اینا رو زمستون به جای فروشگاهه؟ گل میزنن. جان؟ تو فروشگاه بوده؟ نه عزیزم، تو خیابونه. تو خیابون تو نه اینا چه؟ اینا خیابونای کنتلند گلدونا رو آها. از اینا زدن الان اوه برای تزیینات و اینا. برای تزیین. آها اوکی، چقدر زیباست. خیلی عینن گل روز میشه، اصلا یه زیبایی قشنگی داره این گلای آره، کلم. فرمای قشنگ داره. بله. اینم که کلمه. سفید. سفیدش باز اینا برفای منم فکر اینم کنم کار میمونه. شماست دیگه، معلومه. قبضه کردین فرخونده. جان؟ این ببخشید این چی بود، من رفتم این بیرون. از اون چیزاست، اسمش چیه؟ پرنده خیلی قشنگی. پرنده های کاردینال. اه، کاردیناله. آره قرمزا کاردینالن. آره قرمز کاردیناله. کلاهک سیاه قرمز و سیاهی دارن بله بله. پشت گم سرشون. کردم. رسید، پیدا کردم. آره بله. این جالبه، این چیه؟ اینم کاردیناله. من این مار نیستم، این یه برد فیدره. پرنده اومده نشسته در غذا میخوره روز برفی. برد ما حق فیدر هستش نداریم اونجا. برد فیدر آره داشته باشیم. مهریه. این رنگ پرنده این در کاردیناله. در قرمزه. بیرنگی سایر اجزای این عکس خیلی خودنمایی میکنه. درست. نه. یهو یه بودی میده به کار. بعدم ام. یه پرنده کوچولو هم این وره. داره اون رو درخته. آره خیلی بامزه است. یعنی یه جوری انگار که چیدمانه این چیزایی ام. که انتخاب کرده. اینم آخه که اینم یه پرنده. اسم این پرنده میدونی چیه؟ اسم این پرنده بلو جی. آها بله این بلوجهیه. خیلی هم خوشگل میکنن، شلوغه. صدای خیلی خیلی قشنگ خوشگله. داره. آره اونقدر شاخه‌ها شلوغ پلوغه که این گم شده توش. بله ولی ببینید بالاش روش تمام آبی و خاکستری انگار نقاشی شده. آره چون من واقعا. بلوجه نقاشی کردم میدونم چه شکلیه. خیلی پرنده شکیلیه. این بله احتیاج رو داشت واقعا یه فیلترینگ بزنید پشت بک‌گراند رو درسته. محوش کنید. محوش کنه انگار این پرنده پاپ اپ کنه. آره خب که مال هم همین کاره هست. همین دیگه. اصلا آره. این کار واقعا این براشورک آبرنگه. ام. ببین تکسچر کاغذ آبرنگه. بله جالبه همین واقعا. خان مگه نقاشی هم میکنن؟ کی؟ نه حمید. میگم دارم تشبیه میکنم. داره تشبیه میگم میکنه. شباهت، یعنی درسته. تکسچرش انگار که با آبرنگ کار شده. درسته. خیلی قشنگ گرفته. این چی ام. کار کرده با این؟ فکر کنم فیلترینگه دیگه. خب یه مقداری آره چیز هستش فکر ولی کنم خب فیلترینگه. باید به اونم یه جایزه بدیم. ولی کن بهش نمیگیم حالا. باید بیاد التماس کنه، نمیشه که. آره این کارای قشنگی خیلی خاص. موزاپای قشنگی هم. آره اصلا چیزشه دیگه، سلیقشه. استایلشونه. بله استایلشونه. این چیه ببخشید؟
این یه غروب من نیستم، ولی این یه ابره آسمون عصبانی که انگار زمانی غروب که میخواد مثل رگبار که این بزنه و زمین بره. این آسمونه. نه جان؟ اون زرده آسمونه، اونم کوه هاست. آره بله. میدونم، میگم اینقدر سنگینه این اوه ابرا، اوه ابرا اینقدر سنگینه انگار که این کوه میباره، این همین آسمونه. الان کنو میباره دقیقا. آره آره. حالا باید خیر مهری رو بگیریم سر این قضیه، بگیم این کارا چیه میکنی؟ این درخته این چه سنجابه پیچیده. رو ببین، این سنجابه. نه 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 نه، شاخه درخته. نه شاخش شاخه اینجوری درخته، من تنیده به اشتباه هم دیگه. کردم. من فکر کردم ماهیه اینجا. آره نه شاخه از پشت اومده رفته روی بله. چیز. چیز مهری خیلی از این عکسا گرفته، خیلی معلوم میشه تو دیزاین خیلی چیز داره. ببینید حالت های بابتی گرافیک از اینا سایه خودش عکس گرفته. پای خیلی خودش. قشنگه، خیلی قشنگ. این چیه دیگه؟ این مال کمالیه. آره اینم این درخت، تنه چیه؟ درخت رو گرفته و برش تنه یعنی درخت. درخته ولی این رنگش فکر کنم مصنوعی باشه. قارچه فکر کنم. نه این تنه درختی که کراس سکشن گرفته. آه آی نه، سی. ولی این آه رنگای دور واو. برش اینا معلومه که فیلتره، این فیلتره یه حتما. مقداری آره اون بلوها معلومه یاده یه دیگه، شما مقداری. نگاه کنید سبز و قرمزا، ای وای آره. در رفت. خب بس جایزه رو بدیم ما بریم دیگه. بریم شام فکر بخوریم، همه کردی شام نخوردیم. هنوز کار داری با شما. خب ساعت چند آقا خسته شدین؟ ببین ما اینا، من امشب اینو ضبط کردم، ریکورد کردم، بنابراین میام اون بخشایی رو که صحبتهایی در ارتباط با آرت و عکاسی اینا رو نگر میداریم و بعد نمونه هایی رو که دربارهشون صحبت کردیم هم میذاریم اگه موافق باشین، که تا آب دهنش و اینا همه بچکه. بعد دیگه جلسه بعد اینه، تکلیفتون اینه که بیاین و رو کارهای شما هم صحبت کنیم. فعلا ما تمرکز میذاریم رو کار منصور جون و فرخنده و به هر حال کلی البته اطلاعات جالب و اینا واقعا استفاده کردیم. برای این جلسه مون زیاد هم هست اونقدر که ما صحبت کردیم، ولی کن خب میتونه شاید شروعی باشه که امیدوارم که بتونیم ادامه بدیم و این خیلی جذابه دوستان. یعنی ما این کار عکاسی رو از این چیز، ببخشید من بیام بیرون همینطور دارم الکی توی شیرینگ صحبت میکنم، خیلی ببخشید. آره ما دوستان هدف ما بیشتر کار فرهنگسازیه، خیلی خوب، و زمینه کارمون هم آرت و کالچر. بنابراین هر چیزی رو اگه بتونیم، موسیقی، شعر، عکاسی، مجسمه، نقاشی یک بخش خیلی 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 مهمه که ما 2 سال پیش یه شروعی دورخیزی کردیم اینا، ولی کن تعداد اون کسایی که بیان و اینوالو بشن کافی نبود. ولی اگه اون شروع بشه اصلا همه این رشته های دیگر رو میذاره تو جیبش. اونقدر که کار طراحی و نقاشی و اینا میتونه جذاب باشه برای شناخت و زیبا شناسی و این داستانا. در حال ممنونم که شما 2 نفر اومدین و به داد من رسیدین در واقع. اگر شما نبودید خیلی ممنون، کارمون که داد بود. ولی اگه موافق باشیم من یک کلیپ آموزشی از این در میارم و اگر موافق باشین بخشی نه از همین صحبت ها، ولی اون بخش هایی که خب کمک میکنه به این موضوع مثل عکاسی و
اینا چیزای شخصی اینا رو نمیخوایم زیاد. اگه بخواین البته من میذارم، ولی بیشتر رو موضوع صحبت کنیم. بله. قربان. صد درصد. قربون شما. مرسی استاد، شبتون بخیر. مرسی. خداحافظ مرسی. منصور خان. منصور جان خیلی ممنون واقعا. مرسی از کانتریبیوشن شما و فرخنده جون از همه صحبت و زحماتتون متشکرم. خواهش می‌کنم. قربانشون. زنده شبتون بخیر. باشید. زنده باشید. شب خیلی بخیر. ممنون از لطفتون. خداحافظ. مرحمت زیاد. خیلی خوش اومد. شب بخیر. قربانش. قربانت.